برای آموزش بافت تلی دو طرفه اول از همه میایم فرق موها رو از وسط باز میکنیم. بعد موها رو از هر دو سمت سر گوش تا گوش جدا میکنیم. حالا میایم شروع میکنیم به بافتن. یه لایه از کنار فرق سر جدا میکنیم. بعد اونو به 3 دسته تقسیم میکنیم. دسته سمت راستی میاد زیر وسطی، دسته سمت چپی میاد زیر وسطی. برای ردیف بعدی هم دوباره میام یه بافت ساده از زیر میزنم و اون لایه‌ای که میخواد بره زیر از کف سر بهش مو اضافه میکنم. سمت چپم همینطور از کف سر مجدد بهش مو اضافه میکنم. همین بافت رو تا گوش ادامه میدم و اینو در نظر بگیرین اگه میخواین بافت ریزتر و ظریفتری داشته باشین باید رشته های نازکتری از کف سر بردارین. من برای اینکه شما بهتر ببینین بافت درشتری زدم. حالا وقتی هر دو طرف سر رو بافتیم میتونیم موها رو از پشت ببندیم، بعد موها رو باز کنیم که این بشه نتیجه بافت قشنگ ما.